با عرض سلام و ارادت خدمت شما عزیزان، دکتر رضا اسدی هستم. در ادامه مبحث مو خواستم خدمتتون بگم دومین مسئله که خیلی شایع هست و باعث ریزش مو میشه شوره‌های کف سر است. شوره‌ها انواع مختلفی داره، ولی از نظر کلی بخوام خدمت شما بگم خیلی ساده، شوره‌ها یا بین موها پخش هستند یا به صورت چسبنده دلمه دار به کف سر چسبیدن و اگر یکی دو روز از حمام بگذره تحریک کننده میشن. دوست داری بخارونی بکنیشون و وقتی کنده میشن یه تیکه پوسته هستش که معمولا خشک هستش و امکان داره جای کندن شما کمی خونریزی‌های شبنمی هم داشته باشه. این مورد شبنمی که چسبنده هستن میتونه نوعی از شوره داوصدف یا پسوریازیس باشه که امروز تو جامعه بسیار زیاد شده و ناشی از سوداست. مسئله دوم شوره‌های چرب هستند که بین موها پراکنده هستند. بعضن کف سر هم رویت میشه ولی مثل اونها دلمه‌ای نیست، چسبنده نیست و وقتی برایشون میداری تیکه‌های بزرگ نیست و چربند. اینها نوعی هستند که ناشی از چربی کف سر هستند و با همون کارهایی که سری قبل گفتم برای چربی کف سر انجام بدید، اینها معمولا قابل کنترل و درمان هستند. در مورد اون شوره‌هایی که خشک هستند و حالت پسوریازیس دارن، تا حدی که شما بتونید تو خونه درمان بکنید، بله درمان‌های اختصاصی داره ما انجام میدیم، ولی اونهایی که موردهای خفیفتر است و شما تو خونه میتونید کمک بکنید، استفاده از روغن زیتون خوب بودار گرم بکنید روی حرارت، اونو تمام کف سر ماساژ بدین، همون موقع پوسته ها داخل اون روغن حل میشه. بمونه تا صبح با شامپو خوب بشورید. هر شب این کارو بکنید تا شوره ها کاملا از بین بره، بعد آرام آرام کم کنید و اما شوره هایی که ناشی از چربی کف سر بود با همون تمهیدات از بین میره، ولی اگر از بین نرفت میتونید از عصاره سیر یا عصاره در واقع رزماری استفاده کنید. استفاده سنتیش به این صورته که شما باید مقداری رزماری رو هولوش مثلا یه محلول 10% 5% درست بکنید، به صورت جوشانده اینو ببرید داخل حمام، کف سر رو ماساژ بدین، مثل همون قضیه سیر که گفتم، کف سر رو خوب ماساژ بدین، 1-2 دقیقه بمونه، سرتون رو بشورید. سیر هم به همین صورت، باز اونم باید عصاره‌اش رو به صورت یک جوشانده 5% 10% درست بکنید، ببرین داخل حمام، کف سر رو ماساژ بدین، 1-2 دقیقه که موند سر رو بشورین، شامپو بزنین و تمام. و اما از نظر مزاج، اون داوصدف، اون نوع شوره‌ای که گفتم، اگرچه در طب جدید درمانی نداره، ولی در طب سنتی درمان‌های زیادی برای ذکر شده که ما معمولا ناشی از در واقع مزاج سودای مرکب هست. اینها معمولا مزاج‌های ترکیبی دارن، حالا یا اینکه مثلا مزاج صفراوی خیلی شدید داشتن، صفرای سوخته شده و تبدیل شده به مزاج سودای صفراوی، یا اینکه بلغمی بودن، بلغمشون دچار انجماد شده، سودای بلغمی و از یا حتی 3 طبعه و 3 مزاجی هستن و اینها دچار پسوریازیس میشن. درمانش سخته در طب سنتی ولی درمان پذیره. باید خیلی تلاش بشه که این مزاج به تعادل بیاد تا بتونیم پسوریازیس رو کنترل کنیم. از نظر موضعی همون روغن زیتون که گفتم و در مراحل پیشرفته داروهای دستساز گیاهی که ما میدیم برای موارد شدیدتر و قوی‌تر. در رابطه با پوسته های ناشی از چربی باید معمولا ناشی از مزاج‌های دموی یا صفراوی هستند که اون هم باید به صورت مزاج‌ها به صورت گیاهی درمان بشه. یکی از درمانایی که میتونم بهتون کمک کنه تو خونگی انجام بدید، یک کمی کمک بکنه چربی کف سرتون که ناشی از دمویت باشه یا
ناشی از صفراویت باشه کمک کنه، استفاده از عناب و گل محمدی هستش. مثلا 2 تا عناب 6 7 تا برگ گل محمدی رو داخل آب ولرم بخیسونید، میل کنید یا بریزید داخل استکان، چای رو روش بریزید. هر که کمی خنک شد با عناب ها به شکل قند، مثلا با یه دونه عناب نصف چای رو بخوریم و با عناب دوم بقیه چای رو استفاده بکنید. این به مرور کمک میکنه مزاجتون خنک‌تر بشه و به خودتون کمک کنید و چیزهای مرطبات، سرد و ترها رو هم بیشتر استفاده کنید. فعلا در همین حد کافیه، نمیخوام خیلی ویدیو طولانی بشه. در همین حد به خودتون کمک بکنید. کامنت فراموش نشه. فعلا خدا نگهدار.